سلام علیکم بینندگان گرامی، حتما به کانال ما ابونه شدن را فراموش نکنید. خبری این مرگ سرنده جوان دل همه مردم صنعتکاران را از جمله مردم تاجیکستان را خیلی هم غمگین کرد. دمیربگ اولیموف همگی 33 ساله بوده. هنگامی به توی برگشتن با دو نوازنده به صدمه دچار شده است که خود او در جای حادثه به هلاکت رسیده و او را امروز در زادگاهش در خانچی به خاک میسپارند. دمیربگ اولیموف صاحب 3 فرزند است. به همه او را می‌دارم آن همه گنجینه را، دوست می‌دارم لذتی گم گشته را، چون روی مادر صحبتی آینه را، با کلچه‌ای غمگینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، با کلچه‌ای غمگینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی، لحظه های شکرینم کان شهد و انگو بینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم.